برای شما از پیامبر خدا یک پیامی دارم. آیا میپذیرید؟ در روایت بخاری تعلیقاً آمده است که پیامبر خدا، درود خداوند بر او باد، می‌فرماید در امت من افرادی پیدا می‌شوند که زنا، ابریشم، شراب و اسباب موسیقی را حلال می‌دانند. شما از این حدیث چرا فهمیدید؟ یعنی در حالی که اسباب موسیقی حرام است، افرادی در امت من پیدا می‌شوند که اون را حلال می‌دانند. مبادا از جمله این گونه افراد باشید. به دنبال زنان بی حیا دویدند و برای آنها گیتار نواختند، مگر برای شما حلال است؟ در پخش مستقیم برآمده برای هر زنی که در برنامه لایف شما می‌دراید گیتار می‌نوازید و سرود می‌خوانید. کجا شد غیرت مسلمانی شما؟ آیا می‌دانید گناه را در پوبلیک به نمایش گذاشتن خیلی خطرناک است؟ بعد از مرگ هم این نوارهای گناهان شما باقی می‌ماند و برای شما گناه ثبت می‌شود. نصیحت من برای شما